واژه سوسک به فرانسه میشه کفر. آوای این کلمه براتون آشنا بود؟ چون در حقیقت وام واژه‌ای است برگرفته از کافر در زبان عربی. این واژه در قرن 16 میلادی وارد زبان فرانسه شد و اشاره داشت به افرادی که ظاهری مذهبی داشتند اما در باطن بی‌اعتقاد بودند، یعنی تزویرگر یا ریاکار در دین. و بعد به خاطر شباهت بین لباس سیاه روحانیون و پوشش تیره‌ای که نماد پنهانکاریه، واژه کفق از معنی منافق به صورت استعاری به حشره‌ای که از نور گریزانه اطلاق شد. همون حشره‌ای که به نام سوسک یا در اصطلاح علمی راسته سوسری‌ها و به فرانسه بلت میشناسیم. در قرن 19 بودلر در شعر ویرانی از مجموعه گل‌های رنج این واژه رو در معنی حیله در توصیف شیطانی به کار میبره که به شکل زنی اغواگر در میاد تا شاعر رو فسفسه کنه و به دام بندازه. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes. Et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des filtres infâmes. شاعر از خلال این شعر تصویری از تسلیم به شر و سرگشتگی درونی ارائه میده. با این حال بودلر بیش از هر چیزی با مفهوم اسپلین شناخته میشه، همون احساس اندوه، افسردگی و ملانکولی شاعرانه، و از میانه قرن 19 اصطلاح تازه avoir le cafard در زبان فرانسه شکل میگیره به معنی افسرده و گرفتار سودا و سیاهی اندیشه بودن. این تعبیر در جریان جنگ جهانی اول رایج‌تر شد. سربازایی که مدت زمان طولانی در یک نواختی و دلمردگی سنگر به سر می‌بردند، برای بیان اندوه و افسردگی خود از واژه کفق استفاده می‌کردند. به این ترتیب در ادبیات جنگ کفق به تدریج هم معنای اسپلین شد و به نوعی سودای جبهه یا ملال سربازخانه دلالت داشت. امروز معنی کهن منافق مذهبی تقریبا منسوخ شده، جز در فعل کفقده از همون ریشه که هم به معنی خبرچینی و چغالی کردنه و هم اندیشه های تیره داشتن، و اصطلاح آشنای avoir le cafard به معنی افسرده بودن همچنان در زندگی روزمره به کار میره.